تو رژیم دیگه نباید دنبال آثار ریزش و از هم گسیختگی گشت، چون وقتی میگیم مثلا آثار شاید تصویر درستی یا واقعی از ابعاد این ریزش اساسی و بی سابقه ایجاد نشه و ارائه نکنه. شاید بهتر باشه بگیم که تیکه تیکه شدن. اگه قبلا باید در لابلای حرفای بسیجی و پاسدارای رژیم این نشانه ها رو میدیدیم، الان متن و عنوان اصلی حرفاشون همینه. باقی جست و ادا اطواراشون هم اونم تازه بعضن میبرن لابلای همین حرفا. همایش دلواپسیم مال همین داستان بود. دوستان فرمودن ما دلواپسیم، میخوام بگم خیلی فراتر از دلواپسی است. دوستان فرمودن مسئله اصلا مسئله هسته‌ای نیست. به صراحت مطرح کردن که پس از مسئله هسته‌ای باید گام به گام حکومت دینی و دینداری رو در ایران به مخاطره بیاندازیم. این بچه گوریلی که در این قسمت سخنرانی میکرد گوشه ای از ابلاغیه ها یا تصمیمات زیرمیزی رو هم در لابلای صحبتاش لو داد. از ما خواستن که دست از حمایت حزب الله برداریم. اگر امروز توافقنامه ژنو رو به این صورت فعلی بپذیریم، فردا باید به سید حسن نصرالله بگیم خدا حافظ. موجوداتی که توی این همایش شرکت کردن قاعدتاً بایستی آتشین ترین جناح رژیم باشن دیگه، چون یه سری که ساقی جام زهرن، خامنه جناحش هم که بالاخره راضی جام زهرن. اینهایی که باقی موندن همونایی هستند که به اصطلاح شلنگ تخته میندازن و حتی زیر بار خامنه‌ای نمیرن و حرفاشو به کشک هم حساب نمیکنن. شعارهای آتشین اینها به نظرم تصویر بامزه‌ای از حال و روز کلیت نظام ارائه میکنه. فکر کنم دلواپسان نظام بعد از دیدن تصاویر این همایش از شدت دلواپسی پس بیفتن. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی